مردی به ادب لرزانای، صد جام بدهیم ادب خریم ارزانای. ای به ادبی کسی به مقصد نرسه، زیرا که ادب تاجی سری مردانای. تویم ایدون اکشاد کنین اخی بخدای حافظه خوبان میخونم، مرا خدا حافظ کنن یکم شعر نمیخونم. تا اینکه طفل خواند صاحب هنر شود، استادی مهربانی او خونی جگر شود. لعنتی کسی که پس از ختم مکتب، از مهنت استادی خود بخبر. شما استاد داره نداره؟ خفا بسین بس خانم گپ میزنم. سلام علیکم دوستان گرامی، مهمانان عالی قدر، خوش آمدید به خوشبختی منوچهر جان. بیایید از نام شما و شخصا از نام خودم، از نام اهل و عائله اکای محمود، به همین حافظان خوشیله هم که بزن خون آبادی ما رو آباد میگیرند، من از سمندر جان جمع خان جان، سمندر جان امینی، تو فرزند این زمینی، صنعت چی قدر نگین است، تو از همان نگینی. گل بپاشد در سر راهی شما، غم نیابد هیچگاه به درگاهی شما. در تلاشی گردباری سردی زندگی، خنده باشد دائما در لبانی همچون ماهی شما. پدر و مادر دامادی عزیز به نزد بلنگون نزدیک شوند. ایا مادر همیشه زنده باشی، همیشه با لبی پرخنده باشی. اگر بینی که عمرت کم بمانه، بگیر از عمر ما تا زنده باشی. منوچهر جان، خواهی که خدا از تو خشنود شوه، سرمایه عمری تو هم از سود شوه. در بند رضای پدر و مادر باش، تا جمله گناهت بچه جان بود شوه. مادر گلروسی نازنین در همینجا حضور داشته باشد، مرحمت به نزد بلنگو نزدیک شود. ورزاب چی مقامی ارجمند داره، ورزاب چی مقامی ارجمند داره، زیبا سنمایی دل پسند داره. در پستی فرخار خنده نزن بیهوده، منوچهر دلیری سربلند داره. مادر به هوس بچم توی کنم، مانم بر تخت رنگ گل بوش کنم. روزی انتظار بوده ای مادر امروز فرا رسید. همه جان و جانان در این خاندان، همه فیض احسان در این خاندان. به تبریک توی شما آمدیم، همه از دل و جان بر این خاندان. منوچهر جان، 10 بار بگفتمت که 9 یار نگی، ای 8 بگذر دامنی 7 یار نگی. اندر 6 و 5 و 4 و 3 نیست وفا، 2 هم بگذار دامنی 1 یار بگی. بعد بلوگرها بسیار شوخی میکنن، او منوچهر جان، 1 زنه بزنه، 2 زنه صاحب زنه، 5 زنه 3 زنه حرکت برای 4 زنه. یا همش یه هزل شوخیان. کسی که 1 زن داره حالش سبک جوره، کسی که 2 زن داره مرغی لپک جوره، جای خوابش بالای بام بالای تپک جوره، اوقات شربای خنک جاگش تنک جوره. اگر عقلت برسه دودر به 1 زن بزی، اگر عقلت برسه دودر به 1 زن بگی. خوشبخت کسی که زن 1 بار گرفت، خوشبخت کسی که زن 1 بار گرفت، شایسته مرد زن وفادار گرفت. نامرد مرده که شکر فرزنداش نکرد، بدبخت او مرده که زن به تکرار گرفت. لعنتی کسی خیانت یار کنه، به یاری خودش ستمی بسیار کنه. روزی بشوه بزنین دوخی را بو کنین، وقتی 30,000 سامان آمد دنی ممین شو کنین. دخترکا بیستون شو نکنین، خطونه تنساری خونه شو نکنین. ای دخترکا، پدرای شما برادرای شما در کجان؟ در فدراسیون روسیه چیکار میکنن؟ مهاجر کار میکنن که برای فرزندای پدرمون به اور به ناموس شو بتیم. دخترکای حاضر ما ناموساشو نیست، بیاین ناموسا رو به دست بگیرین. دخترکا التماس شان شرف دایمو. امشب 2 ستاره هم قیران ای دوستان، امشب 2 بهار به خزان ای دوستان، امشب 2 نهال باغ پیوند شود، فردا نگرید گلفشان ای دوستان. بری ببرند امشب در تخت زرند امشب، زن قرصک ای دوستان از یکدیگرند امشب. رنج گل بلبل کشید و برگ گل باد بود، زحمت مادر کشید و لحظت داماد بود. سخن گفتم سخن سنجیده گفتم، سخن در زیر لب خندیده گفتم. سخن مردی خیرت مردت کنه، سخن یک ناخلف سردت کنه. نه طلا و نه نقره و نه زر خواهم، نه مال جهان به جان برابر خواهم.
بالای سری تمام طفلان جهان پاینده و جاویدانه مادر خواهم. یک قرصک برای مادر، کسی قرصک نزنه سرش شپش بزنه. سخنام گوش کنین، خدمت فراموش کنین. در قد الف نونیحال جانم، در روی سفیدی بیغبار جانم، تو گردن کش کردی برای اوچت، در گردش چشمای خمارت جانم. در خاک پاد بمر مادر جان. دقت کنیم برادرای عزیز، برادرای تاجیک خمون مثلا در شهر روسیه کار و فعالیت میکنن، گرجدنین رسیان و نیکم دویم جای کارشون در خانه خدا. مقصد که میتوانن یک ساله ویزا بگیرن و شما میتوانن که یک ماه ویزا بگیرن و مهمان خانه دارن در نزدیکی خانه خدا. من توصیه میتونم رقمای واتساپشون در زنگ بزنین، با معلومات پرا شما دا میگن. 4 نفره باشین با خوبتر میشه. مثلا اویلوی میرین که همسایه فقط یا همکورس فقط میرین، مثلا 4 نفر باشین، مکه و مدینه میبره، جای کتاب قرآن میبره، دیگر جاهای تاریخی همون خانه خدا را عربستان نشونتون میتن میگردونن. فقط شما معلومات پرا را میتونید که همین رقم‌ها زنگ بزنین، معلومات پرا را با شما میفهمونن. هم نرخش هم ارزونه. مقصد دیگه گروه ها میرون بسیار کن اتوبوس خط میگردونن. این شرکت میتونه که 4 نفری در ماشینای مایده، ماشینای نو زمانوی، تویوتا، ماشینای نو خطی برده آوردن میگیرن شما را. نرخ ارزونه. محرمت این برادرها زنگ بزنین، با معلومات پرا را با شما میفهمونن.